ناحیه تاجیک‌آباد چون یک جزء ترکیبی تاجیکستانی عزیز در وادی رشتون زمین جایگیر شده، طبیعت پرنکهتش به دلها فرح بخشیده، نسیم گلفشانش روح را بالیده می‌دارد. کوه و برزن است، سبزپوش است و پرفیض. هر پاره سنگش و هر وجب زمینش زرخیز است و حسن آفرین. به مبالغه این موضع دیار است بهشت‌آسا و نعمت آفرین. سال 2010 ضمن سفر کاری پیشوی مرزهای ملت وقتی به مواضع انوارآباد سفر کردم، وابسته به منظره‌های دلفریب ناحیه تاجیک‌آباد قید نمودند که تاجیک‌آباد واقعا هم یک دیار بهشت آسا و دیاری خیلی هم زیبا منظر است که در یک وقت دو فصل سال مشاهده کردن ممکن است. واقعا هم ناحیه تاجیک‌آباد همسال استقلال است و اگر سالهای اول استقلالیت ناحیه تاجیک‌آباد زیر نظارت بریم میبینیم که همگی یک دهه دوردستی نظرناگیر بود و امروز خیلی شما مشاهده کرده یک شهرچه زیبا را میماند. در تاجیک‌آباد یکی از ناحیه‌های زیبا منظری وادی رشتون زمین شخصیت‌های نجیب زاده و بوای رسیدند که با زحمتکشی و دیگر خصلت‌های حمیده خویش سزاوار عزت و احترام مردم دیار گردیدند. دلبر نظریه و امروز راهبر خواجگی باغداری به نام سعیده را به عهده دارد. میگوید از جوانی در زمین مهنت کردن را دوست می‌داشتم. راستی گپ به دوزندگی شوقم بود. برای دخت و دوست بیشتر از مادر و ینگه‌ها یاری می‌خواستم میگوید و می‌افزاید که زحمت سنگین کشیدم تا در این خرابه‌زار باغ بنیاد گردد. های خدا شکر دشواری پسی سر شد گرچند که نیهولو در خونه ها کسل شدن. شوهر من بسیار انسانی نغز است، طبیعت دوست است، باغ خیلی را میفهمه. روز شب در اینجا مهنت کردن، دارو میکنن، ها خیلی زرخی میکتو میشپن، به خوشون هموار میکنن. خوشبختانه ما اهمی زندگی خودمون پیش برده ایستاده میاییم باغ. و حوض آینده مقصد دارم که اگر یک زمین دیگه بیابون بگیریم، یک باغ اینتنسیوی هم تشکیل کنم. که این باغ یک چیزی هست که هر مبخ منتمیوی و زیر من یک زردولی توقع در اینجا نیست، یک زردولی و گیلوسم یک موسم میپزن، بعدی مرودش میپزه، بعد سیب میپزه، بعد نوک میپزه. اهمی اول سرشوی تابستان تا تیر ماه هم من اهمیجا نون خدمم بیابون میخورم. در ناحیه 1116 خواجگی دهقانی انفرادی موجود است که از این قسم زیادش راهبرش زن میباشد. زن میباشد که در استحصالات همه نمودی محصولات کشاورزی پرا فعالن زنها استحصال میکنن، به فروش تامین خانه خودش میکنن، بعد زیاد بدهش در شهر دوشنبه و دیگر ناحیه‌ها به فروش میبره. 4 نفر از اویلوهای نیازمند همینجا ما با کار گرفتیم، زمین شجیدو کردیم دادیم تا وقتی که درختها مایده بدن می اومدن سبزی کاری میکردن، در تشو کارتشکا پیو سبزی میکاریدن، برای خودشون میبردن که یک سطح زندگی خودشون و فرزنداشون بهتر کنن. اهو زیر که نیهولو کلون شدگیان 107 تنه زردولی کنی بودن در باغ ما هسته که برابر زردولی شهر وقتی که زردولی شهر تیار میشود زردولی ما میپزد، زردولی که خانه ها غورک هستن زردولی ما میپزد، از همونجا میاریم شو هر یک نفرش میچینه، حق خودش میبره، روزی چیندنش 25 سامان ما میتیم، روزی کارش 25 سامان میتیم و هر بگه 2 سطل زردولی برای کمپوت کردن و ورین کردنشون میبرن. ما زردولی را اینترنت هم میپرتویم، خریدارو رو میویم، همه همین زردولی را ما روزی 45-50 کروبکا میچینیم، شهر دوشنبه میبرن، کلوب میبرن، خوجان میبرن، میفروشیم. پرسول ایمی حاصل زردولی 6,500 سومانی من پیدا کردم با غیر گیلوس سیب و نقش. به اندیشه دلبر نظریه و بنیاد باغ نیز مثل کار در کودکستان است. با نهالکان همچنان با کودک معامله نمودن راست میآید. پرورش و نگاهبین و به وی رسانیدن باغ کاری بسا زحمت طلب است. اینچنین در باغ قوطی‌های زنبوری عسل نیز گذاشته و به زنبور پروری نیز دست زده است و از این حساب نیز درآمدی خوب به دست میآورد. حاصل امسال هم خوب باید زیر میبینی، بسیار زردالو و غورای خشرو بستگیان، خشرو حاصل امسال هم. لکه ما دورو روش زدگی تیور کردگیم، تاشون هموار کردیم، گندم کوریدیم، یک قسمش برای کارتشکا موندگیم، بول کارتشکاش میاریم چیکار میکنیم. چون که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امام علی رحمان برای ما زنان مناطق کوهستان بسیار شرایطهای خوب مهیا کردن که ما هم صاحب زمین،
соҳиби грантҳо гаштем. Яке ман хидмат аз занои хушбахт ҳис мекунам ки 2 бор аст ки ман ғолиби озмуни гранти президентӣ мешавам. Яке соли 2010 бори аввал эълон кардан ман ғолиб омадам аз минтақаи Рашт, ай водии Раштонзамин. ягона зане ки ғолиб омадам ман будам. як курси омӯзиши дузандагӣ ташкил кардам бо номи Зарангез ки то ирӯз ҳар сол ман 27 нафар духтараконро ба касбомӯзӣ фаро мегирам. бо агентии шуғли аҳолӣ мувофиқа карда соҳиби шаҳодатномаи дузандагӣ мекунам. ва соли 2015 боз ғолиби озмуни гранти президентӣ шудам ки барномаи ман буд занбурпарварӣ дар манотиқи Кӯҳистон. чунки манотиқи Кӯҳистон бисёр гиёҳҳои шифобахш дорад. асали ноҳияи мо беҳтарин асал аст. ва 4 нафара ба занбур таъмин кардам, омӯзондам, таъмин кардам, дигариша худам нигаҳбин карда истодам. асалам даромади хуб дорад. 60 оила занбур дорам. порсол 5 тонна асал гирифтам. асала интернетда мондем, харидори худша ёфт. барои хӯрокаи худаш боду ҳавои ин мавзеъ дар баробари боғдориву зиёраткорӣ ҳамзамон барои рушди занбури асалпарварӣ низ мусоид аст. Эраҷ Ризоев 5 сол боз шуғли интихобнамудаи падару идома дода истодааст. ӯ ҳар сол теъдоди оилаҳои занбурро зиёд карда аз ин даромади хуб ба даст меорад. мақсади аввом занбурпарвар буда. мақсад пеш аз занбурпарвар давраи ёшиёш мақсад занбурпарвар буд. خیلی شوگرد می‌بینم بعدی avvom جز avvom دیگه نمیتونه نگاه کرده. مقصد خودم نگاهش میکنم زمین زنبور را. روزش 60 اویل زنبور داره. ماکه مقصد هم نگاه بیشتر خودم نگاه می‌کنم. در ناحیه 6060 اویلای زنبور موجود میباشد که با آن یکی از ساحه‌های سردرآمدی کمخرجی سردرآمدی ساحه به حساب می‌رود در ناحیه. از هر یک اویله تا 18 کیلوگرم استحصال کرده می شود. سال 2021 باشد 110 تن استحصال کرده شد. و ما تصمیم نیت داریم که ساحه زنبور پروری رو با رشد و ترقی داده اویله زنبور رو زیاد نماییم. درختو مقصد زردولی مقصد سه و زردولی و سه مقصد اصل پیدا میشه. مثلا که گلگیوهای هر نمود گلای مقصد میگیرم میارم. ایلاق میگیریم میریم سنی کوه بلند مقصد سرحدا میریم سنی اموسنا میگیریم میریم موی ایونونده بعد یکم کچکا. با اندیشه نامبرده پرورش زنبور اصل و نگاهبین آن بسیار دشوار است و نازکی‌های زیاد دارد. شخصی به این ساحه مشغول باید دانش و تجربه کافی داشته باشد تا اینکه در موسم جمع‌آوری اصل موفق گردد. اصلا برای نگاهبین زنبور اصل منطقه‌های کوهی مملکت ما خیلی موافق است. هر سال هر خیلی مقصد سالش مثل اگه نمعلم کلی چه خیلی میشه پگوده مقصد سال گذشته خیلی اثر خیلی میونه بود مقصد اما 1 تن 200 کیلو گرفتیم همین 60 اویلنده. این سال خیلی بهار خوبتر بارندگی مقصد سال شدگی برف بسیارتر بارندگی بود. ممکن این سال اثر خوبتر میشه ممکن. گرچند جریان کار زنبور اصل در همه مناطق کشور یک رنگ باشد هم اصابت با زنبور پروران معین کردن ممکن است که هر کس در این سمت تجربه خود را به کار میبرد و در این پیشه الکی اصولهای گوناگون موجودند. از میان تمام زنبور پروران این منطقه دقت ما را دانش و تجربه ایرج جوان بیشتر جلب نمود. دونوگی که خیلی هم میروید چند کیلومتر میروید همونجا میگردم میاد همین زنبوری بسیاری همینجا میدونم که در کدوم ایگیجو پریدگی بدم در کدوم یاشک بدم همون یاشک خشک خونه خشنده میام میدونم مقصد برای زنبور نمک در کار میشه مثلا جمع آب دوریم مقصد تمام بخلاش چینده بوشکنده آب میریزیم نمک میریزیم وقتش که همینجا نمک شو که در کار کشه ایوجا بگیرم مقصد نمک استفاده برای او. و اندیشه ایرج در هر یک عائله تنها یک شاه زنبور که آن را ملکه مینامند بوده میتواند و خلاص. در حالت پیدا شدن ملکه دوم یک قسم زنبورها با یک جای شدن قهر کرده از قطعه برآمده میروند. اگر این حالت را پی برده توانست دودان را داشته در قطعه الهیده جای مینماید و یک عائله نو به وجود میآید. ملکه از زنبور مقرری فرق دارد. آن نسبتا باریک و دروشکل می شود و شناختنش آنقدر دشوار نیست. که مقصد رو باید نگاه میکنیم مقصد همونجا زنبور غاو شید 10-12 رمکا کشید غاو شید مقصد رو
وقتی پراورکا کنی هر یارم کاش نگاه میکنی که اونجا زنبور جو که ایست اصل پیدا میشه ایست مثل زنبور غوص میشه و مادر خوب میاد برای کار کردن که با جو تانک میشه دیگه برای زندگی کردن چی میشه مثلا با مادر خوب میکنن برای کار نکردن و هر یارم کار توزه هوج میکنی نگاه میکنی مقصد که ماشینی خوب کردگی باشه میکنی میپرتوی که همون زنبور کار نکنه چون زنبور کار کرد که ایو اویلت دیگه اصل نمیشه دیگه سو کم میشه فایده کمتر میشه مثلا این صدا قریب که همه روزه از استخوانه احتم مکاروف ساکنی ناحیه تاجیک‌آباد به گوش میرسد. انا همین خیل در این استخوانه خردکک کار همه روزه گرم است، مخصوصا در فصل بهار. بیشتر در بهار ما را بسیارتر همین قطعه‌های زنبور فرمایش است. بسیارتر همین فرمایش می شود قطعه زنبور بعد این با کمتر 10-15 روز بعدتر رمکوی در درون قطعه زنبور میمونی با فرمایش می شود. بعد انا در ترزه ایمی چوب چیزی عموما چیزی که فرمایشید ما دسترسی مردم با نرخی ارزانتر. این منظره را کس می‌خواهد تماشا نموده از نزدیک چطور ساختن قوطی زنبور عسل را ببیند. هنر دوریدگری در این اویله اولادی است و از نسل به نسل ادامه می‌یابد. برادر هستیم با فرزندام هم یک کار می‌کنیم بعد با این حد همسایه‌ام با کار همینجا دعوت کردیم کار می‌کنن. پیش خونش پیش کودک فرزندش لبریدن اون میآورد روزش میگذرد مثال همه خرسند همه روزی هم. زنبور عسل طبیعت زیبا و تازگی را میپسندد و زنبور پروران نیز جای آنها را زود عوض میکنند. استا احتم قوطی های زنبور عسل را طوری میسازد که در بلندکوها هنگام بارشات زود فرسوده نگردند. قطعه زنبور را که میبرند تابستون در زنبور را جوشالش میکنن. اینجا مثال وقتی همی درخت گل میکنن گلو میشکفن تمام شد اینا با بالاتر که های بلند که میبرند میمونن بعد اونجا که برف باران کمتر بسیارتره برای همی هوی نشود مثال چوب است چی نشود ما همی کوشش میکنیم که همین محصولات ما یگان وای نبرورده میشه. پیشرفت ساحه‌های خوجگی خلق ناحیه تاجیک‌آباد را بدون سهم بانوان تصور کردن امکان ندارد. طلا خوجه و چند سال باز مشغول دوزندگی بوده از مادر نوزیک‌های پیشه را آموخته است. سالها چون تورنه‌های بهاری گذشتند و زمان فرا رسید تا به هنرآموزی بپردازد و برای خود کسبی را انتخاب نماید. دل او مایل هنر مادریش بود. همین کورپای و کورپاچای و خدمت کردیم. نه خریدیم نه یگان کس چی کردیم که برای ما بتوزه خدمت دختیم. با کورپا هم که نه خیلی کورپا را تیپچی میکنیم مثال نه متریال های گل ندارن و همون تیپچی قطعی گلشو میدازیم. گلی 100 برگ دسته گلی 100 برگ در همون تیپچی میآید. مثال هر نمودی گلی زمین گلی خیلی گلی که باشه در همون میشود. بعد قیم که هست مردم طلبگاری اون نیستن. نوبسته از اونه که تعداد کارخانه‌های خردی صنعتی در ناحیه کمن ولی زنان و بانوان تاجیک‌آبادی با جای کار تأمینن همزمان قسم زیادی بانوان و زنانی که به هنرمندی مشغولند در خانه‌های خویش به همین هنر میل دارند و شاگردان زیادی را به وی رساندند. محصول دستشون خیلی که شما مشاهده کردید در مغازه‌های مرکز نویه و جماعت‌ها با فروش برآورده از این حساب زندگی خیش رو بهتر می‌گردونند. کورتای خدمتی سالی 85 دختگی هست. از چند دخت دستش
نه او حوزی نیست، حوزی لباس سفید میپوشن میرون. اون وقت فقط امیرا میپوشتی میرفتی. باید گفت که بانوان به مثل دیگر زنان و دختران منطقه های کشور در احیا نمودن هنرهای قدیمه دستی پیش صفند. آفریده های آنها را مردم در هر نمایشگاه های فرهنگی استفاده میبرند. میگوید خریداران این محصولات سال تا سال میافزاید و من نیز حرکت میکنم که به حسن و جمال دختران تاجیک با این دستاویزهایم با زیبایی دیگری زم کنم. آزی بسیار عروسا ایامی چی میکنن؟ زکاس میکنن ایامی گل. مثال این ایامی گل کشلوک با برنگی همون کرتاشو میدوزه میتیم شو اینه کرتای حوزی رزمان کورپاچه هر چیز زکاس میکنن برای بلوی گواره برای نه کورپاچه کودک ای حوزی اکی ای دموده ها ای گل این او دوره هم نه کورپاچه به دموده سال 85 این کورپاچه به دموده این کورپا به دموده سال 85 دم قشلق دوزنده دختری منه باز یاده تا با برمده باشه خیلی امی میدو چند سال شد دم قشلقی که نه او طرف قشلق ملوکنده می دوزنده شو نامبرده همکنون در گرد خود چندین بانوان دیگر محلی را که ذوق هنرمندی دارند جمع آورده است و به آنها جمالک‌سازی و مهره‌ریزی، طاقی‌دوزی و گلدوزی و دیگر هنرها را می‌آموزاند. هم وقتم هنرمند بودم خیلی کودکی میده چیده داشتم کار داشتم نمیکردم بازی کلینو هستن کار مینن چی مینن بعد من 5-6 سال شد که به می کار مشغولم این مشقی که ما میکنیم در قشلق یگون سپارتسمن هم میکنه امی حولی روی خودش مشقه امی گودشی مشقه امی رفتن اومدن امی در روز قرهی میگردی که اگر یگون شهر برای بیای چینش کنی هم کمی شود. آبادی اویله کریمجو میرزویف اساساً از درآمد ساحه کشاورزی است. در زمین نزد حولیگی باغ دامن گسترده است که در آن درختان نوهای محلی سیب، نوک، زردآلو، آلو، آلوچه و دیگر درختان میوه دهنده پرورش می‌یابند. تنها از حساب به فروش برآوردن محصولات باغ آنها هر سال درآمد صاف به دست می‌آورند. محصولات آن را به بازارهای پایتخت و ناحیه به فروش می‌برآورد. زمین بین قطاره‌های سیب را ثمرناک استفاده برده کارتوشکا، لوبیا دانگی‌ها، پامیدور و بادرنگ و دیگر زراعت رو کش میکند. ما همه حولینو این همه یک رشوت 7 سوتیخ های توزیعش که همه چی است همه 7 سوتیخ قریب 5 ماه همه خوجگی ما را همه چیز ما تامین میکند بغیر از نهی سیبوی چیمو با 1 تن سیب هر سال میفروشیم اگه این بهار مونده همه تو بگیم که یکمی ما دهمی مایداجی اوسن بعد میگیم که بهار شد تو هم وقتا خنکایی خیلی چیز ما بر وقتا کردیم روسیگه جوجه که برو اومدن همی چیومو اگه ما بر وقتا میشنونیم با دوریم جوی که سفیدو میگیم بعد قرمه میگیم ارمالیق میگیم یا با دیرتا یکمی مای اوسن کشاورزان ناحیه توشک‌آباد در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت مملکت محترم عمر رحمان دورنامه‌های زراعت‌های کشاورزی از طرف حکومت جمهوری اسلامی و وزارت کشاورزی پیشنهاد شده کشاورزان ناحیه تصمیم گرفتند که از هر روز آفتابی ثمرناک استفاده برده کشتکار را از اول ماه اپریل آغاز کرده تا حاضر کشتکار ادامه دارد در همه نمود زراعت‌ها تخمی‌های خوش‌صفت می‌رسند با تکنیک‌های کشاورزی پرا تامین می‌باشند و تصمیم گرفتند که تا مهلت معین شده از عهده دورنامه برآیند و در تامین امنیت عضوقواری مملکت سهم خود را بگذارند. در ناحیه تاجیک‌آباد امسال میدان کشت کارتوشکا زیاد کرده شده است. امروزها ساکنان این ناحیه دوردست اقدام‌های نجیب رهبریت دولت را همه‌جانبه دستگیری نموده ایستادند. گفتم به مورد است که امروز اساساً ساکنان در صحرا به پرورش کارتوشکا مشغول بوده. کوشش دارند تا از زحمت‌های کشیدهشان حاصل فراوان به دست آورند و همچنین کارتوشکا پروران کشور را با تخمی خوش‌صفت تامین نمایند. چند سال اخیر ساکنان این منطقه به استحصال برزیادی کارتوشکا در مقیاس مملکت شناخته شدند.
957 гектар дар соҳаи кишоварзӣ кишти картошка гузаронда шуд ки истеҳсол дар ҳама шаклҳо 26880 тонна буд. Зиёд истеҳсол шуд. Сабаби асосӣ хай қисми як қисмша ба фурӯш бировардан ай фасли тирамоҳ, қисми дигарша ба боҳору захираи тухми картошка, захираи истеъмоли сабати истеъмолӣ захира кардан. Сабабаш зиёд истеҳсол шуда буд. ҳами нарх муътадил рафт, нарх арзон ба мардум дастрас шуд. хоҷагӣ деҳқонда мо гандум дорем, баъд бо ҳамуҷа бо картошка мешнонем, мисол 50 сотиқша 50 сотиқи гашт ва ғала ҳай гандум, яъне агар ба шарти ҳами замина меҳнат накунӣ, ман ҳамиқа мефаҳмам ки ҳамун замина ҳуй ки як тига бигираш ҳаст, одами мисол деҳқоно ҳастан бигира истифодаш баранд. ҳами замина меҳнат накардӣ, гуфтае ки худони намебахшад, давлатам намебахшад, бояд замина меҳнат кунӣ, касе боша. Захираи дусола бояд барои оянда дусола дошта бошанд. Бисёр хуб қабул кардан ва таҳхонаҳо ва хеле ки мардуми мо мегӯянд чоғарахонаҳое ки ҳар як кас дар дари хонааш дора, аллакай аз маҳсулотҳои захирае ки 2 сол маън карда мешаванд қисми зиёд таъмин аст. Таъминае ки захираи дусола кардагӣ ай. захираи мо 2 сола ҳай. ина ай картошка, сабзӣ, пиёз, ина ҳамаи чи салат кардагиё. Як сол шудааст ки на давом амиҷа ман рост кардам, амира хизмат кардаистам ба мардум. Кадимера фоида раса, хай меёра амиҷа мемунам, ман нигоҳ мекунам, вақти дар коришам я мебарад. То 2 сола меравад. Ина анқинҷа қопи нахид коридагим да 1 гектар заминам, мош коридагимон астай. Ина картошкамай, уаш пиёзоман, ҳама зиндагим ай хидмат. Ман ягон кори дигар надорам. Фақат ами заминонда кор менамам, ами истифода мебарам. 3 гектар замин дорам. Деҳата шози чӣ шинундам? 1 гектар ман картошка шинундам. Ҷав шинундагим, гандум дорам. Асосан мардум деҳқонои ноҳияи мо маҳсулотҳои кишоварзиро умуман ай бозор намехаранд. Фақат худшун дар заминои наздиавлигӣ, заминои хоҷагию расон президентӣ, заминои иҷоравӣ доранд, заминои хоҷагии деҳқони инфиродӣ пурра самаранок истифода мебаранд ва пурра мардум халқи ноҳияи Тоҷикобод бо маҳсулоти кишоварзӣ таъминанд аз ҳисоби истеҳсоли худӣ. ҳозир 20 тоншка дорам, я подвал дар хонама, ина иш дар иҷа, я тега дар у ҷая стройка дорам, дар даруни у линча кардагӣ мондагия. 1 сол шудае ки ҳамин захира ҳамаш ай хидм кардагия, меҳнати хидм кардагия. Я бушка дорам 20 тонна, дар дуни у ай гандумам. ҷама хабе аспи бачама додем, гандуму ҳаста. Ина иш эровай, иш оличаҳай, иш шафтоли, ина чиай, олувай, ина иш шафтолиай. Ина ира ами баҳорӣ кардагиён, ина ми я ҳафта наш дастрас кардан ман. Уна у дигариш ай чикрия. ира хай замистон меканиш, мехриш. Ошта боша, чизе боша, хурдаш мешава. ро айка овардем, қопша 170 сомон харидам. 170 сомон харидам, кардам, растиш кардам. оли 6 дегаш дар хона дигари ман. чикри рова ҳози баҳора вақти ами рис кардани амия. То вақти олича, глос, бо чизе боша. ҳози амира истифода мебарем. дар як сол 120 та, 140 та рис менам. با صابرجان ایشانوف ساکن ناحیه تاجیک‌آباد واخوردیم. گرچند سن و سالش از 70 بالا باشد هم هنوز از پی ایجادکاری و آفریدن زیبایی است. کار اساسی این نقاش ماهر به یک نگارستان تبدیل دادن مکان‌های فرهنگی است. او تمام دیوارها و شیفت خانه خودش را نیز با یک مهارت ناتکرار و صنعت و ذوق بلند ایجادی نقاشی نموده است و به دیگران نیز کمک خود را دریغ نمی‌دارد. همین شوق ذوقی
همه هنر خودم گویا کودکی آموختم همو قطعی دیگه هم خودآموز گویا کار کردیم. یک اونجا مکتبم نرفتیم، مکتب میانه را تمام کردیم تمام دیگه. وقتی مکتب میانه را تمام کردگی این هنر خیلی قریب خیلی خوبم نیم میانه میتونستیم. بعد کار کردیم. ایم تجربه کاری بسیاری جوانده خیلی کار کردیم. خونه های مهنت کشورا مهمون خونه هاش و بعد فرهنگی ای جماعتی لنگری شو بعد ایستگاه‌های اتوبوس جوی پسر نکشانی مسافر کشانی همون جای ها را آرایش دادیم. بعد باغ فرهنگی ای باغ فرهنگی سری پل اینم خیلی خیلی جایی ده که با بگن رهبریت اگر فرمایش بتیا همونجا میریم کار می‌کنیم با خاطر حال. در دوران صاحب استقلالی هم ساحه معارف رشد کرد، هم ساحه هنرمندی رشد نمود و شما خیلی که امروز مشاهده کردید واقعا هم شماره هنرمندان نه خیلی زیادن. مثال آورده میتوانیم ایشان صابر جان نابسته از اونی که سن سال او از 75 گذشته است همین ایستگاه‌های مرکزی نهایت ها حدودی جماعت ها و دیگر بیناها رو همین نقشی دستان همین ایشان صابر جان زیب میدیم. هنر میگن که به از ملک پدر این همه هنر داشته باشی خودخواه خور نمیشه. او فرق نداره که چی کسبه کدام نموده باشه همون اگر ای خود کنی ای تحت دل انشالله خور نمیشه. زندگی را پیش میبریم و مواقع خیلی با بچه‌هانی کار میکنن با انا یکتاش معلمای با دیگرش با صحرانده کار میکنن با زمینه همین خطی پیش رفته ایستادیم شگر که مورا یک سری پریمو دل پریمو تنجی دولت بوی در این سین سال کسی که باشه کار نمیکنن نه که من عیشاب خزاوقی که هم کدوم سنی میره گلای گفتم کی همو بو شوق خزاوم بو زیاد میشه و همین شال پری ما باور کنی نمیفهمم در حسابی همین تنجی وطنم همین توجیستانی جانم همو خا دوستش میدارم. واقعا هم آفریده های او از نگاه موضوع کاملا فرق میکرد. اگرچه پیش نظر اکثری رسام و منظره های نوتکراری طبیعت، سکوت کوه ها و نزاکت تل و تپه ها دلربایی میکند، برای صابر جان ایشانوف در برابر این موضوع نقش و نگار و سبک و اسلوب ملی علل خصوص نقشی چکن با جلوی تابش های خاص انعکاس یافته است. نقشه عموما ای هم خیالی هم خدم بعد ای منظر های نمی که کمری کوهستان. صابر جان ایشانوف در جده صنعت نقاشی بعضن اختیارا و بعضن وقت طبق فرمایش به افتخار این یا آن صنعت ایجاد میکند. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی نام برده چندین مؤسسه های فرهنگی را با نقش و نگار ملی آرا داده است و هر یکی آن را از بهترین ایجادکاری های خود میشمارد. در برابر این یک زمره اثرهایش در نگارستان ها و آثارخانه های کشور محفوظ است. حمید شنبی را میرای تماما دلت میشکه در شنبی. حمید شنبی را میبینی وقتی که ما میدیدیم میرفتیم سالهای 70 سالهای 60 بیام تری در چند چی من شروع کردیم اما المپیادا میگفتن پیش اگه وقت آدمای می حواسکار کم بود انا همون وقت ما اشتراک میکردیم میرفتیم. زندگی
خیلی توی کم به خونه گویا که خسر بدیم جیده و شدیم زندگی سوز خشرو فرزند کم یگون وقت جنگ جنجال نکردیم فرزندور تربیه خشرو دادیم و حد محله و همه خشتبار رویت کم همه خشتبار دویم نوم میگرفتن تا حاضره نمیگن که شما بگونه یا چیه کیه سوز نمتر رویت کم و خرسندی این مرده خیلی خوب جایی نمیسا خود بود اگرانم که مهمون میورد همه شب میبرداشتم شبی طورم که بود میخواستم نون میکم آب اوقات میکم مهمون جواب میدادم خشت بارچه جواب میدادم قشلوق جواب میدادم هیچ وقت یگان وقت ما جنگ جنجال ایتری یگان خوجگیمون نشیده است 5 دختر را توی کردیم و مدنیت رسوندیم نبات اون قدیما این خونه در همش در اختیارم علاو مینان خیلی با خودم میخیدم همه علاو ملاو خودم تریمینم سودا که حال تا حاضر که خیلی کمم دم کسال شدیم جا که فرزندم تخشرم نگاه کن ایدم بش دختر سنگ آوردن تبوبیتم کنه سوز ایتا یگون تنقیسی ما در ای پیری نمیکشیم همه شو حرمت ایزاد مینه پیاز میگو که خشاوه مینیم قدر 1 تن زیاد پیاز میگیریم وقتی خوجاییم زنده بود در ماشین پیاز میوردیم در همون سالی زمینی که باغ داریم همونجا خود محنت میکنیم هم کلنا و دخترام میوردیم پیازی به تشویش میخوردیم میوردیم همون لحظه آوردیم به حد محله را به خشت رو به همه را حق میدادیم حالا این همیار همه خودم شنوندم کیلن بچه توش کشوندن من یورا یک لوق آوردم موندم ده جبوری خط کشیدم و شنوندم همه خیلی بچم گفت چه بس گفتم نه خیلی منی ده همه خوجگی خیلی کور مینم هیچی گم نداره با دست پای من خم میخرانم با میخیدم ای همه خوبتر همه را هم بوده و دلی پر و خرسندی من پیرم حاضر بدستم نبتدید به پس که نبستمش یاد دخترک کوکل و نمو مولامول منیم که سر و میرون نشوه هم نمیخن تایشم بچه میگه چم کارو تنمینی خوش و محموم میشوه یگان جا اهمی کسالی میسی خیلی جونی میجام تا برانم میرم موشی نبرانم اهمی خونه نمیبرم خوش و محمی کاری خونه و خوجگی بود این دوغکشی را میدیدی، این مسککنی را میدیدی، این قیماکنی ما هر سال 4 5 6 کیلو روغن زرد توچکی میکنیم به مهمونا را هر ویگهی 1 لعلی توی مسکن قیماق داشتیم حالا یک گوه که نجا بورس بولانگی امنه یک گویا که شیر داره اوش هم قد که کفایه نه همسایه هم به چوره ها ندارن میجوشه و یکون بجوشه بریده هر سال 2 گاو سلام اینه هم بچه میگه که اچه نگاوش ما و نگاوش همسایه ها همه جوشه میبره حس مینه او بچه گریم نیم تا گاو داره 2 3 تا هم تا یک چم خودش میخواه چه و حد محله چه میتیه بهر در عمل تطبیق نمودن سیاست خیرتمندانه سروری دولت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 ناحیه تاجیک‌آباد با تشبث آموزگار سهراب وهابزاده بهر بلند برداشتن سطح دانش و علم آموزی و معرفت نوکی جوانان و در روحیه خویشتن‌شناسی و خودآگاهی به کمال رسیدن این قشر آینده‌ساز ملت آزمون بهترین داننده کتاب تاجیکان علامه باباجان غفورов در بین خوانندگان برگزار می‌گردد و همزمان هفته 1 مرتبه در درس‌های تاریخ کتاب تاجیکان نیز آموزانیده می‌شود.
چیست تاریخ از خود بیگانه داستان قصه افسانه آن تو را از خویشتن آگاه کند آشنای کار و مرد ره کند روح را سرمایه تاب استین جسم ملت را چو اعصاب استین گرچه صد ره بر فسانت میزند باز بر روی جهانت میزند دوش را پیوند با امروز کن زندگی را مرغ دست آموز کرد تاریخ برای هر یک ملت برای یک فرد بسیار مهم است دانستن تاریخ ما در برابر این که مثلا تاریخ شناس داریم یا تاریخ دان داریم و فکر میکنم که باید هر یک فرد ملت از تاریخ گذشته خود به قدر کافی برخوردار باشد چون ما وقتی گذشته خود را میدانیم هر یک نفر گذشته خود را میداند میتواند آینده خود را بر پایه آن گذشته خود بنیاد کند و چنانکه استاد ابا عبدالله رودکی خردمند گفته است برو ز تجربه روزگار بهره بگیر که بهر دفع حوادث تو را به کار آید اون تجربه روزگار من فکر میکنم همین تاریخ است و در این حاشیه میتوان گفت اهمیت و جایگاهی کتاب تاجیکان را که از طرف پیشوای معظم ملت به هر یک خانواده تاجیک رایگان دسترس شد برای دانستن تاریخ بسیار مهم ارزیابی کرد. شناسایی با تاریخ گذشته پرافتخار خلق تاجیک و در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت به هر یک خانواده تحفه کرده شد. این کتاب مذکور یک اولین مرتبه در شهر مسکو با زبان روسیه سال 1972 با تعداد 10,000 نسخه از چاپ برآمد و سال 1983 و 1985 باشد و چاپ شد و این کتاب 3 مرتبه باز دیگر نشر شده است و کتابی مذکوری که یعنی تا حاضر موجود است در نشر ترجمه سال 1983 و 1985 قرار گرفته است. کتاب تاجیکان یعنی 6 فصل را در بر گرفته دارای 21 باب می باشد و دو دوره تاریخی را یعنی دوره تاریخی قدیمترین قدیم عصر میانه و دوره نو را در بر گرفته دو کتاب را یعنی از دو کتاب عبارت می باشد یعنی 2 جلد. حتی به یادداشت ما زمانی بود که برای پیدا کردن یک نسخه کتاب تاجیکان خیلی زحمت به خرج دادن لازم شد یعنی خیلی دشوار بود حتی یک نسخه کتاب تاجیکان را دریافتن. این بزرگترین نعمت برای ما هست. این نعمت بزرگ امروز در طاق هر یک خانواده تاجیک موجود است و هر یک عضو خانواده تاجیک از مثلا خواننده صنف 1 تا 11 یا پیر برنامه تواند این کتاب را گرفته در وقت برای اون موافق در وقت خالی مطالعه کند و از گذشته پر افتخار خود بهره بگیرد و برای آینده خود چیزی به یادگار داشته باشد از گذشته خود. مثلا وقتی کتاب تاجیکان در ناحیه تاجیک‌آباد به هر یک خانواده تاجیک دسترس شد من تاثیر آن را در خود دهه خودمان میتوانم در مثال یک چیزی که شنیدم بیان نمایم. مثلا هر بگاه در مرکز فرهنگی فراغتی دهه ما مخصوصا مستفیدان جمع میشوند مردان جمع میشوند سر یک پیاله چای در هر مورد صحبت میکنند و من میدیدم که چند مستفید همین کتاب تاجیکان را بدون اینکه آنها را کسی مثلا دستور داده باشد به آن مرکز فرهنگی فراغتی میبردند و بخش‌های آن را مطالعه میکردند و حتی بین خود پرسش و پاسخ میگذراندند و امروز با کمال باوری میتوان گفت که این کتاب به هر یک خانواده تاجیک تاثیر مثبت رسانده است. آنها مثلا زیایی نیستند، آموزگار نیستند، کارمندان یگان ساحه نیستند، حتی دهقانان عادی، کشاورزان و عموما همه نفر طبقات افراد جامعه که امروز زندگی میکنند با محتوای کتاب تاجیکان کم و بیش آگاهی دارند و این کتاب برای بلند برداشتن حافظه تاریخی هر یک انسان برای بیشتر و خوبتر آگاهی کردن از تاریخ پر افتخار خود بسیار مؤثر و مفید واقع شده است. کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورов دسترس هر یک خانواده تاجیک گردید. کتاب را نشریات معاصر با تعداد 1,600,000 نسخه با صفت بلند چاپ کرده است. بنا به معلومات اگنتی آمار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تا اول سال 2021 در تاجیکستان حدود 1,300,000 خانواده زندگی می‌کند. شماره عمومی اهالی مملکت باشد به 9,361,000 نفر رسیده است.
واقعا وقتی که ما گذشته خود را میدونیم ما میدونیم که برای آینده خود چی کار کنیم، برای فرزندان خود چی کار کنیم. عقیده در بین مردم جاری است، رایج است و تا امروز رایج است. ما از زمان کودکی میشنیدیم از زبان پدر و مادر خود که میگفتند باید هر یک نفر 7 پشت خود را بداند. این بسیار حکمت بزرگ است و این 7 پشت خود را دانستن این تاریخ است، یعنی تاریخ خود را باید بداند. و حتی این عقیده بود و هست که هر کی 7 پشت خود را نمیداند گناهگار می شود. این بسیار مثلا بسیار چیزی جالب است، بسیار چیزی عجیب است. یعنی در بین خود مردم از زمانهای خیلی قدیم تشویق میشد، ترغیب میشد که باید هر یک نفر گذشته خود را بداند. و گذشته ما در برابر این که از زبان کلان سالان شنیده می شود، گذشته نه چندان دور در کتاب ها درج شده است و این کتاب ها می توانند ما را با گذشته خود آشنا سازند. و اون کتابی که ما را می توانند به طور بسیار مفصل در تمام زمینه ها آشنا کند، من فکر میکنم شاهسر بیزوال قهرمان تاجیکستان باباجان غفوروف تاجیکان می باشد که خوشبختانه چنان که عرض شد برای هر یک خانواده تاجیک دسترس است و هر یک عضو خانواده تاجیک می تواند از آن در وقتی برای اون موافق و مناسب استفاده کند. آزمون گذرانیده می شود از کتاب تاجیکان که ما در این آزمون فعالانه اشتراک کرده، یعنی فعالانه اشتراک میکنیم و باز در یعنی درس های از تاریخ، یعنی تاریخ جدا کرده شده است که یعنی ما از معلم تاریخ از همین وقتی که دو درس تاریخ است، یک درس را ما از کتاب تاجیکان یعنی درس میگذاریم که برای بهتر و خوبتر شناسایی با کتاب تاجیکان. ما در خانه ما کتاب تاجیکان است که ما یعنی باز بغیر از یعنی درس های تعلیمی یعنی مکتبی باز با کتاب تاجیکان هم مطالعه میکنیم. وقتی که یک جوان تاجیک امروز از زمان مکتبخوانی، از ابتدای مکتبخوانی با محتوای کتاب تاجیکان آشنایی پیدا میکند و میبیند که مثلا تاریخ پرافتخار تاجیک در کجا با کدام کمبودها راه داده است، از آن جمله دولت سامانیان، و این میتواند که برای خود تجربه بگیرد و از این شکست ها، از این محرومیت ها ایمن بماند. این میتواند یک سپر باشد، یک سپر بسیار معتمد در برابر اون تنبادی گفتیم هویت برانداز و اصالت زدا باشد. خلاصه مردم زحمتکش ناحیه تاجیک‌آباد با شکرگزاری از صاحب استقلالی کشور هر ذره نعمت وطنی عزیز و محبوبمان را ثمراناک استفاده میبرند. در مورد دستاوردهای دوران صاحب استقلالی منطقه مذکور میتوان گفت که فیض و برکت استقلال در هر گوشه آن برعلا به چشم میرسد. در برابر خوبتر گشتن سطح زندگی ساکنان، روند امیدبخش و آینده ساز، این مساعدت به علم و کسب آموزی دختران و بانوان است. خوشبختانه مردم ذکی این منطقه به خوبی درک نمودند که حل مشکلی ها در عائله و جامعه از سطح سوادناکی دختران و مادران آینده وابستگی دارد.